خاصیت ورزش زورخونه همین هماهنگیشه. شما کجا بودید؟ آقا مهم، من الان اینجا نشستم، میخوای پیدام کنی نگاه. داداش دوقلومه. من نمیدونم چه داستانی. واقعا برنامه رو ندیدین شما؟ خسته نباشی، اصلا تلویزیون نگاه نمی‌کنی. آره ولی با عنوان نگاه می‌کنی. شما تو ایرانی آقای جواد خیابانی مثلا یه فردی مثل ما دیگه. معلوم شده. خیلی معلومه تو کلاس که خدای من چرخیدن زورخونه رو می‌بینید. چرخ خونه زدم همه‌شو می‌خواش بالا آوردم. قسمت بعدی میل بازیه بچه‌ها. واقعا مهارت بالایی رو میخواد.